Exercise 4. در اینجا برای موضوع امروزه رو خوبتر فهمیدن مشق چهارم رو اجرا میکنیم. رسم ها رو دیده کلمه های در بالا آورده شده رو یک بار استفاده میبریم. مثال یکم رو خود کتاب اجرا کرده است. Anne always drinks tea with lunch. یعنی Anne همیشه با خوراک نصف روزیش چای منوشد. یعنی چخیلی که میبینید در هفته هر روزش این کار رو اجرا میکند. از این رو کلمه always میگیرد. در مثال دوم در یک هفته یک روز اجرا نمیکند، یعنی 6 روز اجرا میکند. در این وقت کلمه usually استفاده میبریم. Bob usually drinks tea with lunch. یعنی باب عادتاً با نهاریش چای منوشد. مثال دیگر در یک هفته 5 روز اجرا میکند. در این وقت میتوانیم کلمه often را استفاده بریم، یعنی testes. Maria often drinks tea with lunch. یعنی Maria testes با خوراک نصف روزیش چای منوشد. جمله دیگر در یک هفته 3 بار اجرا میکند. در این وقت کلمه sometimes استفاده میبریم، یعنی Gary sometimes drinks tea with lunch. یعنی گری بعضا وقت با خوراک نصف روزیش چای منوشد. جمله دیگر در یک هفته 2 بار اجرا میکند. از اینو کلمه seldom استفاده میبریم. علی seldom drinks tea with lunch. علی کم کم با خوراک نصف روزیش چای منوشد. جمله دیگر در یک هفته 1 بار اجرا میکند. در این وقت کلمه rarely استفاده میبریم. Sonia rarely drinks tea with lunch. یعنی سونیا گاه گاه با خوراک نصف روزیش چای منوشد و یا نادراً با خوراک نصف روزیش چای منوشد. مثال هفتم چخیلی که میبینید در هفته یکم روز اجرا نمیکند. از این رو کلمه never استفاده میبریم. Joy never drinks tea with lunch. یعنی جوی با خوراک نصف روزیش هرگز چای نمینوشد. بگذاریم به مشق بعدی. Exercise 7. مشق هفتم. برای موضوعهای امروزه رو خوبتر فهمیدن مشق هفتم رو اجرا میکنیم. هم موضوع یکم رو استفاده میبریم، هم موضوع دوم رو. رسم ها رو دیده جمله ها رو پورا میکنیم. مثال یکم رو خود کتاب اجرا کرده است. حمید takes bus 7 times a week. That means he always takes bus. takes bus با اتوبوس سوار شدن و یا اتوبوس گرفتن می شود. ما با اتوبوس سوار شدن میگوییم. یعنی حمید در یک هفته 7 بار با اتوبوس میشیند. چخیلی که در رسم میبینید این معنای آن را دارد که او همیشه با اتوبوس میشیند. مثال دوم ان در هفته 1 بار میشیند. از این رو جمله‌مون چنین میشود. Anna takes the bus once a week. یعنی ان در یک هفته 1 بار با اتوبوس میشیند. That means she rarely takes the bus. این معنای آن را دارد که وی نادراً و یا گاه گاه با اتوبوس میشیند. مثال دیگر یوکو 2 بار در یک هفته استفاده میبرد میشیند و از این رو جمله‌مون چنین میشود. یوکو takes the bus twice a week. یوکو در یک هفته 2 بار با اتوبوس میشیند. That means she seldom takes the bus. این معنای آن را دارد که وی کم کم با اتوبوس میشیند. مثال چهارم مارکو takes the bus. مارکو غیر از 1 بار همش رو گرفته است، 6 بار گرفته است میشود 6 times. مارکو takes the bus 6 times a week. مارکو در یک هفته 6 بار با اتوبوس میشیند. That means she takes the bus. That means he usually takes the bus. این معنای آن را دارد که او عادتاً با اتوبوس میشیند. جمله دیگر Joy takes the bus. Joy 5 بار گرفته شده است. Joy takes bus 5 times a week. Joy در یک هفته 5 بار با اتوبوس میشیند. That means he often takes the bus. این معنای آن را دارد که وی تیز با اتوبوس میشیند. مثال ششم Mr. Wu
ҳаргиз истифода набурдааст, аз ин рӯ ҷумламон чунин мешавад: Mr. Wu never takes the bus. Mr. Wu ба автобус намешинад. мисоли охирон, дар як ҳафта 3 бор. Mrs. Cook takes the bus 3 times a week. خانومی کوک در یک هفته 3 بار با автобус мешинад. That means she sometimes takes the bus. این معنای آن را دارد که او بعضاً با автобус мешинад. می‌گذاریم به صفحه دیگر. New words. کلمه های نو. Adverb ظرف. Frequency adverbs. Frequency adverbs ظرف های زمان و یا ظرف های سر استعمال. Always همیشه. Usually عادتاً. Often تez تez. Sometimes بعضاً. Seldom کم کم. Rarely نادراً گاه گاه. Never هیچ وقت. هرگز. Eat خوردن. Drink نوشیدن. Watch تماشا کردن. Listen گوش کردن. Tea چای. Coffee قهوه. Every month هر ماه. Every year هر سال. Every weekend هر آخر هفته. Every Monday هر دوشنبه. در اینجا به جای کلمه Monday دیگر روزهای هفته رو استفاده برده میتوانید. Once a day یک بار در یک روز. Twice a month 2 بار در یک ماه. 3 times a week. از دو بالاش گفتیم که رقم را میمونیم. کلمه times بعد از اون کلمه در کوری ما رو 3 times a week میشود. 3 بار در یک هفته. در اینجا درس امروزه ما به پایان رسید. از همه شما برای تماشای نوار تا آخر منت داریم. لطفاً به نوار لایک کنید. فکرهای خود را در شرح‌ها نویسید. این نوار را با دوستانتون روان کنید و منتظر درس‌های نو باشید.